بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم لطف و احسان الله هست و حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که برای ما و شما فرصت عمر داد که در این درس زنده باشیم و در این درس اشتراک بکنیم و شکر میکنیم الله سبحانه و تعالی را. ثم الحمدلله به ای که باز هم ما و شما را توفیق نصیب کرد که در درس از درس های ایمانی اشتراک بکنیم و یک فریضه یا یک وجیبه یا واجب اسلامی که بالای ما هست که الله متعال امر میکنه که فعلم انه لا اله الا الله، پس علم داشته باش که درباره لا اله الا الله و این علوم مربوط میشه به فهم لا اله الا الله، چون نظام های اسلام که هست کلش امو کلمه لا اله الا الله را تشریح و توضیح میکنن. در درس امروزی ما و شما در مورد حقوق مادی و معنوی دختران و زنان و در مجموع خانمها بحث میکنیم که در اسلام طبعا در نظام اجتماعی اسلام همین قسم یک قانون است. این باد پکر اگر گل کنین، در نظام اجتماعی اسلام این نظامی هست که طبعا ما شما از اول خواندیم که نظامی است که الله متعال این نظام برای بنده های خود تعیین کرده و چون الله مهربان است بالای تمامی بنده ها، بالای مردها، زنها، پسران، دختران، سیاه‌پوست، سفیدپوست، زردپوست، همه بنده های الله هستند. بنابراین الله متعال قوانین عادلانه و احکام عادلانه را تعیین کرده هست که او به نفع تمامی اعضای جامعه بشری می باشد. نه افراط است و نه هم تفریط است در هر قانونش که از چون الله حکیم است و صفت الحکیم الله سبحانه و تعالی به همین معنا هست، یعنی حاکم، حکم کننده، قضاوت کننده و با حکمت. یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی که یک حکم تعیین میکنه و حکمش به اساس حکمت از بسیار حکیمانه هست، به این خاطر در هر حکم الله سبحانه و تعالی حکمت است. این وقتی که در مورد خانمها، خواهران و دختران، خانمها یعنی بحث صورت میگیره، در اینجا الله متعال بر از اونا حقوق معنوی و حقوق مادی را تعیین کرده است. در قسمت حقوق معنوی خانم ها قبلا ما و شما خواندیم که همون تمامی حقوق هست که در او در حقوق انسان شامل هستند. مثلا ما و شما گفتیم یک حکم الله هست در حق زندگی، بناهن خانم ها حق زندگی دارند و هیچ کس حق نداره به نام از که زن است در حق زندگی ازی ضرر برسانه یا خلل برسانه. همین قسم که مردا حق زندگی دارن، خانم‌ها هم حق زندگی دارن و این حق زندگیشان را شریعت الهی، قرآن و سنت او را حفظ میکنه و کسایی که مسلمان هستند مکلفیت دارن همین قسم که نماز میخوانن، در این قسمت روزه میگیرن، دیگه عبادت میکنن، این حقوق هم باید مراعات بکنن. اگر این قسم میشه که یک نفر مثلا چی میکنه، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، ولی حقوق که مربوط به انسانها و مخلوقات هست این مراعات نمیکنه، در حقیقت یک مسلمان خوب نیست و مستحق جنت نمیشه. چرا الله در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی سوال کرد که مفلس کی هست در روز قیامت، یعنی مفلس روز قیامت، صحابه پرسان کردن کسی که مال نداشته باشه یا پول نداشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه خیر، مفلس روز قیامت کسی است که نماز خوانده، روزه گرفته، حج رفته، عبادت کرده
ولی حق دیگرها را تلف کرده، مثلا یکی را دشنام داده، یکی را مالش خورده، یکی را اذیت کرده. بنابراین در روز قیامت مطابق اونمو حقی که جانب مقابل داره از پیش از این نمازها و عبادتهایش گرفته میشه و بر از انسان مظلوم داده میشه و اگر عبادت و عملش خلاص شد باز گناه مظلوم گرفته میشه و بالای از این ظالم انداخته میشه و سپس به طرف دوزخ کشانده میشه. پس اولین حکم الله در قسمت خانم ها چی است؟ حق زندگی هست. حکم دومش ما و شما گفتیم که حق انسانیت و کرامت انسانی هست. همین قسم که الله کرامت داده برای همه، هم برای زنها هم برای مردها، بناهن خانم ها هم حق کرامت انسانی دارن و در این حقوق با مردها مساوی هستند، هم در حق زندگی و هم در حق انسانیت و کرامت انسانی. دیگه در حقوق ایمانی گفتیم سومیش حکم الله در حقوق ایمانیشان است که اونا حق دارن که ایمان بیارن و دینی که انتخاب میکنن و اختیار دارن اون دین خود برمیگزینن و مطابق از او مستحق جنت میشن. چهارم حکم اجر گرفتن در مقابل اعمال. پس این حق از اونا هست که وقت هر عمل نیک میکنن دیگه چی هست و عمل نیکشان فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. این در مورد کلشان است، یعنی هم مردها و هم زنها و در اینجا زن و مرد مساوی هستند. هر کسی که عمل به مثقال ذره میکنه، خیر میکنه یا شر میکنه، او رو در روز قیامت میبینه. دیگه حکم داشتن حقوق اخلاقی هست که اینمی قسم که در جامعه انسان زندگی میکنه در جامعه اسلامی باید حقوق اخلاقی هر کسی مراعات شود، یعنی هر کس باید همون حقوق اخلاقی را مراعات بکنه، مثل که خانم برای شوهر، شوهر برای خانم، همون چیزی که بالایش است حقوق اخلاقی باید همون تو محترمانه برخورد داشته باشن. حکم ششمش حکم داشتن حق آزادی و اختیار، یعنی حتی وقتی که یک خانم یک دختر ازدواج میکنه این حق داره که مثلا شوهر آینده خود مثلا اختیار بکنه و خودش او را از پیش پرسان میشه که یعنی جوان قبول داری و یا قبول نداری. وقتی که نکاح هم بسته میشه به همین شکل اینال این حق خود داره، حق آزادی خود داره و حق چی داره؟ حق اختیار خود داره و میتونه که امو آنچی که باورمند از او هست او را در چوکات اسلامی بیان بکنه. به این خاطر وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه یک وقت فیصله کرد و گفت که مثلا مهر خانم ها، دیگه یک خانم برخاست و بر عمر رضی الله تعالی گفت که ای عمر رضی الله تعالی عنه، صحیح است که تو امیر یا بزرگ مسلمان ها هستی و رهبر ما هستی، ولی حق نداری که در مهر خانم ها گپ بزنی یا تعیین بکنی، چرا که الله متعال در آیت صریح قرآن گفته که اگر مهر یک خانم به اندازه یک کوت طلا هم باشه دیگه باز کسی در اون مداخله کرده نمیتونه. وقتی که اون جانب مقابل توانایی داره و مهر بلند مطابق توانایی خود بر از میته، دیگه شما نمیتونین که او را چی کنین، شما تغییر بدین. مشکلی که احیانا پیدا میشه و حتی غیر مسلمان ها انتقاد میکنن اویی است که بسیاری اوقات امی احکام تحت تأثیر رواج ها و خواهشات شخصی مردم قرار میگیره. مثلا در افغانستان دختر فروشی هست به نام تویانه و ولور و شیربها و ایگپا، بسیاری کسا دخترها و خانم ها را خرید و فروش میکنن و او مثلا از جانب مقابل پیسه میگیره و بازو پول پدرش در جیب خود میپرته، در حالی که این که هستی در اسلام نیست. در اسلام مهر اما حق هست که باید برای خود اونم دختری که ازدواج کرده بر از او داده شود، او را مهر میگه. اما ای که مثلا پدرش بر 3 لک و 4 لک روپیه میگیره و باز او را نامش مهر میمانه، این غلط است. یعنی اونا برای خود دین تغییر دادن یا تحریف میکنن معانی اسلامی را. از این خاطر باز وقتی که انتقادام میشه اکثرا سر رواج های جاهلیت که در بعضی از مناطق هست که مسلمان ها هستن ولی رواج هایشون امو رواج های عصر جاهلیت است. بنابراین اونجا اسلام ملامت نیست. ما وقت اسلام به شکل علمی و اکادمیک مطالعه میکنیم و این تحقیق میکنیم و در پوهنتون ها به شکل علمی و اکادمیک تدریس میشه و مثلا در اسلام لیسانس میگیریم، ماستری میگیریم، دکترا میگیریم و رتبه ها هست که در رتبه علمی کتاب نوشته میکنیم.
کلش به خاطر ازی است که ما اما اصل اسلام رو بفهمیم و بشناسیم و برای مردم بیان بکنیم. اما متاسفانه بسیاری اوقات است که همین احکام اسلامی تحت پوشش رواجهای مردمی قرار گرفته که این سبب از این میشه که مردم از اسلام متنفر میکنن، حتی خود مسلمانایی که نمیفهمن متنفر میشن. چرا؟ وقتی که اسلام در زیر پوشش رواجهای قومی و عادات قبیلوی مثلا تبلیغ شوه و باز نام از او اسلام گذاشته شوه، مردم از اون متنفر میشن. این حال بسیاری اوقات مشکلی نمی است که بعضی کسا نامش اسلام میمانن لکن او اسلام نیست، بلکه او چی است؟ امو گرد و غبار قبیله و قوم و عادات و کلتورهای عصر جاهلیت است که او را آوردن مثل خاک بالای اسلام انداختن و او را پوشاندن و بازنام از این میگذارن اسلام است. نه، اسلام این قسم نمی باشه. اسلام باید اونمو اسلام است که در آیات قرآن بیان شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده است. این همی قسم مثلا خانم ها حق مشوره دهی و مشوره گیری دارند. یعنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانم های خود در بسیاری مسائل و صحابه همچنان در بسیاری از مسائل مشوره می گرفتند، به خصوص مسائلی که در او مردها زیادتر نمیفهمند خانم ها میفهمند. مثلا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که میخواست درباره کسایی که مثلا مجاهدینی که در مناطق سرحدی قرار داشتن بر رخصتی از اینا یک برنامه بسازه، می از حفصه که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم است و دختر عمر رضی الله تعالی عنه هست، می پیش ازی برش می که یا حفصه انت امی و بنتی، ای حفصه تو مادر من هستی و تو دختر من هستی، هم مادر من هستی و هم دختر من هستی. مادرم به خاطر ازی هستی که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی و دختر من به خاطر ازی هستی که تو مثلا دختر من هستی. بنابراین ما از تو مشوره میخوایم که یک خانم چقدر وقت برش مناسب است که مثلا شوهرش از او دور باشه. باز بی حفصه با انگشتای خود اشاره میکنه که 4 ماه. بالاخره عمر رضی الله عنه به اساس مشوره بی حفصه باز اونجا حکم صادر میکنه که هر مجاهدی که در مناطق سرحدی هست 4 ماه برش رخصتی داده شود تا بیاد خانه خود با فامیل خود زندگی بکنه و باز بعد از اون دوباره پس بره. پس حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در بسیاری مواقف، مثلا در صلح حدیبیه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاهده صلح بسته کرد، در اینجا صحابه بسیار جگرخون بودن و بسیاری از صحابه تا سر خود برشان گفت که چون اونا احرام بسته کرده بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که امسال رفتن نمیشه به زیارت بیت الله شریف، پس ما و شما در صلح نوشته کردیم که سال آینده باز مییم. بسیاری از صحابه از احرام دور نمیشدن و سرهای خود چی حلق یا قصر نمیکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین لحظه داخل خیمه میشه و با ام سلمه که یکی از ازواج مطهرات است، مادر ما و شما هست، به همراه از این مشوره میکنه و برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابه فکر میکنن که خودت این معاهده را به اساس ترحم با همراه از اونا کردی و دلسوزی کردی. اونا میگه ما دلسوزی نمیخوایم، ما میخوایم که حکم اسلام تطبیق شه و اگر کافرها سر ما حمله کنن ما مجبور هستیم دفاع میکنیم و در مقابلشان میجنگیم. اما اگر اونا بفهمند 100% که وحی الهی هست و حکم الهی هست، به اونا مخالفت نمیکنن. پس به خاطر که مشکل حل شود شما رسول الله صلی الله علیه و سلم برین و سرتان یا حلق بکنین یا قصر بکنین یا کم بکنین یا تراش بکنین تا صحابه بفهمند که فیصله قاطعانه هست، دیگه تغییر نمیکنن. و واقعا وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شد و رفت و سر خود تراش کرد، هم صحابه دویده سرهای خود تراش کردن و کلان مشکلی که بود او ختم شد. بنابراین اینجا چی بوده که مشوره هست و این حق مشوره و مشوره دهی هم برای مردها هست و هم برای خانم ها هست و این به خاطر ازی هست که خانم امو ارزش و امو احترام و همو حق و امتیازی که خانم ها دارن بر از اینا داده هست تا هیچ وقتی که در جامعه که زندگی میکنن احساس حقارت نکنن که یعنی ما در هیچ چیز سهم نداریم، حق نداریم. نه، در همه چیز حق دارن. حق تعامل بدون تعصبات، یعنی حق اشتمیشان است که مثلا وقتی با امرای زنا تعامل میشه
هیچ وقتی در مسائل در تعاملات اونجا تعصبات در نظر گرفته نشود که یک مرد بگه والا ما بهتر هستم، ما خوبتر هستم، و از تو کده باید خوب بخورم، از تو کده خوب بپوشم. نه خیر، برای هر کدامشان حق است که باید امی حقوق ازی بدون تعصب برشان داده شود. و این حق است که این مردها نگوید که ما این حق برای خانم ها دادیم. نه، این حق است که الله برای اونا داده هست و اینا مکلفیت دارن که این حقوق مراعات بکنن. در غیر از او در روز قیامت محاسبه و مؤاخذه میشن. حکم نهم حکم حق تعلیم و تربیه هست. اینمی قسم که مثلا بیسوادی و جهالت برای مردها ناشایسته است، برای خانم ها هم ناشایسته است. وقتی یک مثلا ما میگیم ما مسلمان هستیم، خب وقتی که مسلمان هستیم این خواهر مسلمان ما یا این دختر مسلمان ما الله را بشناسه یا نشناسه؟ باید بشناسه. پس این چه قسم باید بشناسه؟ الله میگه فعلم انه لا اله الا الله، پس تو علم حاصل کو. و این وقتی که الله امر میکنه فعلم، از اینجا بالا از فرض است. خب این اگر یک خانم میخواد جنت بره، یک خانم نماز بخونه، علم نماز نداشته باشه، اگر این خانم مثلا میخواد روزه بگیره، درباره روزه خود که چی روزه ما مشکنانه و چی روزه ما سالم نگه میداره و نماز کدامش درست است، آیات قرآن چه قسم بخونم، رکوع چه قسم بکنم، سجده چه قسم بکنم، اگر حج میره، و حتی خانم هایی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و در عصر صحابه و بعد از این مثلا کارهای تجارتی میکردن، بزنس میکردن، پس اینا همین احکام ازیر باید یاد داشته باشن، یاد نداشته باشن. و یا ای که در جامعه ضرورت است که ما مثلا استادای از طبقه اوناز داشته باشیم، استادایی در مکتب داشته باشیم، استادهایی در لیسه ها داشته باشیم، استادهایی در مدارس داشته باشیم، استادهایی در پوهنتون ها داشته باشیم، استادهایی که اونا مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حکمت از تعدد زوجاتش، حالا مثلا رسول الله صلی الله علیه و یک خانم 60 ساله رو به همراهش نکاح میکنه. خب این خانم 60 ساله که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراهش نکاح میکنه، در او چه حکمت است؟ مثلا اگر یک کس میخواد ازدواج بکنه، خانم میگیره، همین شما اگر از یک مرد 50 ساله 55 ساله پرسان کنین اگر میخوای که ازدواج دومی یا سومی بکنی، خانم چند ساله باید باشه؟ و حداقل میگه که اگر 20 ساله باشه خب خوب است، باز نهایتش 25 ساله باشه یا 30 ساله باشه. اما هیچ مرد آماده نمیشه که مثلا بخیزه یک خانم 60 ساله را مثل مادر کلان خود بگیره و به همراه از ازدواج بکنه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی خانم های 60 ساله و 58 ساله و خانم های پیر و بیوه و کهن ساله میگیره، به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل خانه خود یک پوهنتون جور میکنه، یک یونیورسیتی جور میکنه که ای برای درس میده برای خانم های خود. هر خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پوهاند است، یک عالم است، یک مفتی است، یک دانشمند است. شما اگر سیرت ازواج مطهرات بخوانید ببینید که مثلا بیبی عایشه صدیقه خانم هست، فقیه هست در جمله فقها و محدث هست که در هر کتاب حدیث که شما باز بکنید احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عن عایشه ام المؤمنین، از عایشه یعنی نصف دین بیبی عایشه صدیقه بر ما انتقال کرده. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ازدواج میکنه و برای رسول الله صلی از جبریل امین میایه و برش میگه که با بیبی عایشه ازدواج بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه بیبی عایشه ازدواج میکنه؟ به خاطر ازی که سن ازی کم است، جوان است، بالغ است، در حالی که دیگه خانمای رسول الله صلی الله علیه و سنهایشان بسیار بالا هست، ای باز عمر زیاد می داشته باشه و کبار صحابه و کبار تابعین بزرگان میان و پیش بیبی عایشه و از پیش از او در بسیاری مسائلی که دیگران نمیفهمند میان از پیش از فتوا میگیرن، از پیش از پرسان میگیرن، از پیش از حدیث میگیرن، از پیش از مفهوم قرآن میفهمن. این چی است؟ خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خانم هست مفتی عالم، به اصطلاح امروزی ما یک خانم هست که به سوی پی اچ دی و دکترا، به سوی پوهان. این ارزشمندی رو برای زینا کی داده؟ اسلام داده است. از این خاطر خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مدرسه هست، یک پوهنتون است و هر کسی که در منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم روان هست باید همین قسم باشه. دخترای ما باید علما باشن، حافظای قرآن باشن. و حافظ قرآن به این معنی نه که لفظ قرآن بفهمه و معنایش نفهمه و بالاخره فقط حفظ دارم خوشحال. نه خیر، کسایی که تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، صرف و نحو را میفهمن، حدیث میفهمن و به دیگرها نقل میتن. این باید هر خانه مسلمان مثل یک پوهنتون باشه به این شکل. این چی هست؟ اینمی هست که اسلام ایره گفته هست و این حکم اسلام است. اما یک کسی که مثلا خانمش مطلق
هیچ چیز نمیفهمه، حتی نماز خود درست نمیفهمه یا روزه خود درست نمیفهمه، احکام دین نمیفهمه و در امور دنیایی چیز را نمیفهمه و در امور چیز آخرت چیز را نمیفهمه. این مخالف اسلام است. این مخالف اسلام است. باید ما اسلام در جامعه اصلی از او که رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق کرده است او را بفهمیم و برای مردم همین قسم بفهمانیم که او مردم شما خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینین، دخترای رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینین، اعضای خانواده‌اش ببینین که اونا چقدر عالم بودن. انس رضی الله تعالی عنه خدمتگار رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و امروز وقتی که شما ببینید همین کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داوود، ابن ماجه، سنن نسائی، حاکم نیشاپوری، کل از این المستدرک علی الصحیحین از حاکم نیشاپوری، یعنی کلی کتاب‌های حدیث وقتی که ما میخوانیم، کتاب‌های صحاح سته و کتاب‌های سنن و مسانید یاره که وقتی میخوانیم ببینیم در هر کدام از او انس رضی الله تعالی عنه احادیث زیاد داره. یعنی حتی خدمتگار رسول الله صلی الله علیه و سلم که در خانه‌اش خدمت میکرد یک عالم بزرگ از او جور میشه. زید بن حارثه یک عالم و دانشمند، یک سپهسالار و یک بزرگ جور میشه. خانم‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم علما و دانشمندا هستند. پس اسلام حقیقی که در نظام اجتماعی اسلام بیان میشه البته به شکل علمی از او، نه به شکل افراط و تفریطی که مردم تحت تأثیر عادات و خواهشات و افکار و اندیشه های خود هستند. یک کسی خانم حتی اجازه نمیده که مثلا درس بخونه و کسی دیگری ببینه که باز امو خانم اجازه میده که بره در حوض آبازی با مردها و حتی مثلا در بیرون از خانه خود لباسهای خود بکشه و در حمام‌ها و در اینجا بره. اینی رو افراط و تفریط میگه. اسلام اردوی زیر قبول نداره. اسلام نه ایره میگه که خانم اجازه نتید که درس بخونه، بلکه باید درس بخونه حتی به نماز جماعت اگر میخواد بره. اگرچه نماز خواندنش در خانه بهتر است از جماعت که بعضی خانم، چون الله برش همی رتبه و مرتبه را داده، لکن اگر میخوای به نماز جماعت بره شوهرش و پسرش و برادرش یا حق ندارن که مانع از شود به چی بره که به نماز جماعت بره. و این رواج های قومی هست که در مسجد جای برای خانم ها نیست. این رواج قومی است، اسلامی نیست. باید اسلام با این چیزها نامبد نسازیم. به اینمی شکل بعضی کسای دیگه هستن که باز تفریط میکنن، چون خودش مثلا غیرت ایمانی نداره، از این خاطر خودش مثلا ضعیف الایمان هست، خودش متأثر هست با مثلا غیر مسلمان ها، به یهود و نصارا و بت پرستا و به امرای از اینا متأثر است. اونا وقتی که امی قسم در بی‌حیایی ها عادت دارن، این هم به امرای از اونا عادت کرده و باز تقاضا میکنه که باید خانم ما یا خواهر ما یا دختر ما یا همسر ما بره آوازی بکنه و بره برهنه بگرده و بره مچن فلانی کنه و لب بحر بره. این حال اسلام نه او افراط قبول داره و نه این تفریط قبول داره، بلکه اسلام دین وسطیت است. در وسطیت میخواه که خانم عالم باشه، دانشمند باشه، با شخصیت باشه و آبرو و عزت از او حفظ شود. حکم دهم در اسلام است حکم برخورد عادلانه هست. یعنی وقتی که ما برخورد میکنیم، برخورد ما باید به اساس عدالت باشه، در او هم افراط و تفریط نباشه. مثلا بعضی شوهرها هستن تمام مال و مالکیت خانم خودن، اگر خانمش یک معاش داشته باشه یا میراثی از پدرش آمده پیشش یا مثلا مهرش است یا دیگه مثلا مالکیت داره، این شوهرش چی میکنه؟ امی تمام دارایی از او را در جیب خود میپرده. او برادر اینی بر تو حرام است، ناروا هست. او حق از او هست، مالکش است و حق تصرف در بین از او دارن. بعضی کسا چی میکنن؟ افراط میکنن این قسمه و بعضی ها تفریط میکنن. مثلا در بعضی جایا هستن بر خانم ها اینقدر صلاحیت میدن که اینالی خانم دیگه می چیز پول پیسه که است که هر قسم خاص دیگه باد کده میره. شوهرش حلال حرام جایز ناجایز رشوت دوزی هر چی که کت میاره، باز خانمش هم دیگه می قسم باد کرده میره. اسلام اردوی زیر مخالفش است. نباید افراط شود، نه تفریط شود، نه در مال از اونا ما مداخله میکنیم که حق اصلی از او رو بگیریم و نه او چی کنه مثلا امو حقی که به اندازه که اسلام برش تعیین کرده از او که زیادتر تجاوز بکنه. ایره چی میگن؟ ایره برخورد عادلانه میگن
که نه مرد آسیب پذیر شود و نه هم خانم. به این شکل حقوق اجتماعی است. این قسم که در یک جامعه زندگی میکنه از حقوق اجتماعی خود برخوردار است. خانم حق داره مثلا با برادر خود، با خواهر خود خانه از اونا بره، خانه کاکای خود، خانه مامای خود اونها پیشش بیاین و بشینن و روابط اجتماعی خود داشته باشه. این هم حق است که اسلام بر ازی داده است. نال بعضی شوهرها هستن که از خانه پدر منش میکنه، از خانه برادر منش میکنه، صله رحمش قطع میکنه. این در اسلام نیست. این در حقیقت اونمو مردهای بیدین فرعون صفتی هستند که احکام اسلام نمیفهمند. اینمی قسم حکم 12 در حقوق خانم ها داشتن حقوق اقتصادی هست. اینمی قسم خانم ها حقوق اقتصادی دارن که حقوق اقتصادیشان مثلا از نگاه مالی و اقتصادی مالکیتی که دارن در مالکیتش کس تجاوز نمیکنن و بر علاوه از او بالای شوهر حق داره، حق نفقه داره، حق لباس داره، حق مسکن داره که او باید شوهرش برش آماده بسازه. حکم 13 حکم صحت و عافیت است. حکم صحت و عافیت چی است؟ یعنی یک خانم صحتمند باشه و با عافیت باشه و از این خاطر هر چیزی که به صحت از او ضرر میرسانه، به عافیتش ضرر میرسانه، اونمو رو باید مردها نکنن. مثلا یک مرد بیاید بین خانه خود چرس بزنه، در بین خانه مجبور سیگرت بکشه و خانمش صحتش خراب میکنه، و یا مثلا بعضی مردها شراب میخورن و در خانم خود بد اخلاقی و نگهبان میکنن و به صحت خانمش ضرر میرسانه. بعضی مردهای پودری هستن که برای پودری حتی نکاح کردن حرام است که تو یک دختر مسلمان بر از او پودری ظالم بیتی که باز او ایراد سر از ظلم بکنه و جنایت بکنه. اینال کلش چی است؟ باید اینا صحت از اونا محفوظ باشه، یعنی کار نکنه اعضای خانواده که یا شوهرش که صحت از او در خطر قرار بگیره، بلکه همیشه متوجه صحت و عافیت از او بوده باشه. حکم 14 حکم حق تکافل اجتماعی است. حق تکافل اجتماعی اینمی هست که مثلا وقتی در اجتماع زندگی میکنه، اگر ما یک خانم رو ببینیم اول بالای شوهر خود از نگاه تکافل اجتماعی حق داره، حق نفقه داره. حق نفقه چه قسم داره؟ اونم قدری که شوهرش توانایی داره باید برش خانم خود مطابق توانایی خود نفقه بده. نه ظلم بکنه، لا تظلمون ولا تظلم، نه شوهرها ظالم باشن و نه خانم ها ظلم بکنن، بلکه به مو اندازه توانایی، نه افراط نه تفرید. یک نفر از مثلا خوب امکانات داره، تمام روز دال خورده از خانم بیچاره خودم تو قافنه جور کرده. چرا؟ ولادی که دل ما بین میرم این ظلم است. تو میتونی که مثلا هفته یک مرتبه 2 مرتبه گوشت بخری بخوری و هیچ چیز، ایره کلش بند میکنه، تمام روز دال و بیچاره رو بیخی وضعیتش خراب کرده. ایره هم اسلام تایید نمیکنه. و بعضی کسای دیگه است که افراط میکنن. افراط به این معنا هست که اگر یک دانه تربوز به فامیل کفایت میکنه و میره 6 دانه رو میره و کم کم مغزاش میخوره، گوش کلش وسو پرتو. ای اسلام اردوی از نمی، بلکه باید امو وسطیت در نظر گرفته شود و اندازه توانایی شوهر باید به مو اندازه که او توانایی داره در تکافل اجتماعی ازی، در خانه ازی، در نفقه ازی، در لباس ازی توجه داشته باشه. و حکم 15 حکم تعاملات اجتماعی عادی است که این تعاملات باید انسان داشته باشه. و اینمی قسمه که خانم ها، مثلا خانم بالای شوهر حق داره، حقوق مادی و معنوی داره، حق اختیار همسر. مثلا اینمی حکم 16 چی است؟ که دخترها حق اختیار همسر خود دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا تنکح الاییم حتی تستأمر، میگه خانم بیوه نکاح کرده نمیشه تا وقتی که از پیشش اجازه یا امر خواسته نشه. خودش باید بگه که بله من فلانی رو میگیرم. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، و به نکاح داده نمیشه دختر باکره تا وقتی که از پیشش اجازه داده میشه. باز گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و دختر خود شرمنده و کس میشرمه، خجالت میکشه، تو مجموعه فلانی نفر آمده تو را میخوای بگیرم. بعضی اوقات بچه‌ام شرمندوک میباشن، برش میگی زن برات میگیریم، باز میشرمه میگه که والا نه من گیره نمیگیرم. چطور است؟ از این خاطر بچه‌ها هم اصلا دخترها خود زیادتر میشرمن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن و کیف اذنها؟ قال ان تسکت، وقتی که رضایتش باشه سکوت میکنه، چوک میباشه و چیزی نمیگه، یا میگه پدر جان هر چی که شما میخواین، مادر جان هر قسمی که شما بخواید، و به یک شکل از اشکال رضایتش چی میشه؟ حاصل میشه.
این حدیث در 4741 در صحیح بخاری هست. این حال بعضی کسایی که مثلا ظالمانه میخیزن دختر خود بدون از اینکه بهش پرسان بکنه و رضایت داشته باشه، اما تو میگیره با یک انسان میته کوره ندیده و او هم بعضی اوقات بسیاری وقتا بعضی از انسان‌های بد اخلاق یا چرسی یا قمارباز یا پودری یا انترامی باشه و در حق از ظلم میکنه، این در حقیقت این پدر ظالم است و در روز قیامت جوابگو میشه پیش الله متعال. از این خاطر باید بسیار دقت بکنه. حکم هفدهم حق ازدواج بعد از وفات شوهر است. این حال خانم ها وقتی که شوهرش فوت میکنه این حق داره که بعد از فوت شوهرش اگر خواسته باشه ازدواج بکنه. وقتی ما و شما میبینیم که مثلا فلانی خانم رسول الله صلی الله علیه و 60 ساله بود ازدواج کرد، فلانیش 55 ساله بود ازدواج کرد، 40 ساله بود ازدواج کرد، این چی رو برای ما میگه؟ آیا زنهای ما، مادرهای ما از خانمهای رسول الله صلی الله علیه و آله که رتبهشون بلندتر است؟ این بر از این است که حتی اگر یک خانم پیر 60 ساله هم میخواد که ازدواج دومی بکنه بعد از مرگ شوهرش حق داره، باید حق از این کس حقش نگیره. و بعد از طلاق هم وقتی که طلاق میشه هم حق شوهر داره. این که بعضی کسا نمیمانن و ظالمانه در مقابل از این برخورد میکنه، این چی است؟ این رواجهای قومی هست که ما غیرت داریم و بچه ها میخیزه که ما غیرت میکنیم، مادر خدا به شوهر نمیمانیم. خب آیا غیرت شما از غیرت الله و رسولش که بیشتر است؟ این حال این افراطیت شما هست، این ظلم شما هست. بازی قسمت باز نمیاد که ما این افراط کردیم، مادرش از مثلا ابو میخواد ازدواج بکنه و این نمیمانه، یا ایوار مثلا خانم برادر خدا نمیمانه، یا بعضی اوقات رواجا هست از خانه ما میگیری و یک ایوارش یا خرترک میباشه یا بسیار سنش کلان میباشه، به شکل از اشکال او خانم در طول عمر اذیت میرسن. اسلام قسم نمیگه. اسلام میگه که وقتی شوهرش فوت کرد این حق داره ازدواج بگه، از حقش است. شما حقشه که الله برش داده، شما باید برش بتین. خب این بود در قسمت حقوق معنوی خانم ها. دیگهش در قسمت حقوق مادی خانم ها هست که این حقوق مادی هم به خاطر ازی شده که وقتی اسلام الله خالق متعال است و الله این قوانین این برنامه ها را تعیین کرده حکیمانه. به خاطر چی؟ به خاطر که خانواده ها با هم منسجم شوند. یعنی مثلا خانم به شوهر نیاز داشته باشه، شوهر به خانم نیاز داشته باشه و به این شکل همیشه اینا با هم زندگی بکنن، 20 سال 30 سال 40 سال زندگی بکنن. اگر امین نباشه هر کدامش مثلا مثل در بعضی کشورها قانون است که مثلا خانم خودش مصرف خود پیدا بکنه و خانم بیچاره وقتی که دارای حمل می باشه مجبور است کار بکنه و بالاخره پیسه پیدا بکنه و زحمت بکشه. بالاخره بسیاری از خانم ها از اینمی خسته میشن، بعضش تجربه کرده هیچ ازدواج نمیکنن. در اسلام حقوق معنوی در پالوی از حقوق مادی هست که از جانب الله تعیین شده و مردها مکلف هستند که این حقوق انجام بدن. در غیر از او پیش الله اینا در روز قیامت محاسبه میشن و به خاطر از اینمی خوردن حق از اینا در دوزخ میرن. خب اول حقوق عام زنها و دخترها هست که حق مالکیت است، گرفتن اجر کار و غیره است. این حق عامش است. وقتی که یک خانم مالک باشه این حق عامش است. برای خانم ها و دخترها کلشان حق داره. مثلا برای یک خانم از پدرش $1,000,000 میراث رسید، کس حق نداره شوهرش رو مداخله بکنه. این حق اونم خانم است. این حق مالکیت است که بر از او اسلام داده هست. یا مثلا این خانم کار میکنه، زحمت میکشه و برش معاش میایه، پس این حق شخصی از این خانم است که شوهرش باید در این مداخله نکنه. دوم حقوق خانم ها در منزل پدرها هست که مثلا در منزل پدر خود چی قسم مثلا اینا باید بالای پدران خود چی حق دارن. و سوم حق مادی خانم ها در چی هستن؟ در خانه شوهرش است. پس بحث که ما و شما میکنیم سر از این است که حقوق مشترکی خانم و شوهر باید بفهمیم و باز بعد از اون حقوق دیگه